سلام، من آتنا هستم و اگر اولین باری که دارید من رو تو این پلتفرم میبینید خوشحال میشم اگر دوست داشتید چنلم رو سابسکرایب کنید. من یه پیج اینستاگرام دارم و یک چنل تلگرامی دارم که جفتشون با آیدی آتنایی هستش و میتونید اونجا هم من رو دنبال کنید. پرونده‌ای که قراره امروز با هم بررسی کنیم یک پرونده حل نشده است. اگر شما به هر دلیلی این سبک پرونده ها رو دوست ندارین، خب همینجا میتونید ویدیو رو ببندید و برید به کارهای دیگه‌تون برسین و امیدوارم تو پرونده های بعدی همراه من باشید. بریم پرونده امروز رو گوش بدیم. امروز قراره با هم دیگه بریم استرالیا و بین دهه 80 و 90 اتفاق افتاده و تا همین امروز هم هویت این آدم برای ما ناشناسه. تو اون دوره خودش خیلی سر صدا کرد یه مدت، ولی خب بعد سر صداها خوابید و تا همین الان هم کسی نمیدونه که هویت اون آدم کی بوده، چی بوده، چه کاره بوده. میگن که 12 تا حمله توی شمال شرقی ملبورن اتفاق افتاده که میتونیم نسبتش بدیم به این آقا، اما خب 4 تاش رو میتونیم کاملا و مطمئن بگیم که کار این آدم بوده. البته تو آخرش یه کوچولو باز شک هست. این آقا به مهاجم نقابدار یا آقای بیرحم معروفه. 22 آگوست 1987 اولین حمله خودش رو انجام داد. حدوداً ساعت 4 صبح بود که وارد یک خونه میشه. اون خانواده 4 نفره بوده، یه دختر، یه پسر، همراه پدر مادرشون تو اون خونه زندگی میکردن. اول با چاقو و اسلحه میره بالا سر پدر و مادر خانواده، اونا رو از خواب بیدار میکنه و مجبورشون میکنه که رو به شکم روی زمین بخوابن. بعد با یه طناب که مخصوص دریانوردا، مخصوص ملوانا بود، دست و پای اونها رو میبنده و گره‌ای که میزنه گره‌ای بوده که دریانوردا ازش استفاده میکردن و باهاش وسیله‌های بزرگ و مثلا با اون طنابا میبستن. این خودش میتونه مثلا یه چیزی باشه، چون میگن اون گره و اون طناب مثلا چیز نرمالی نبوده که مثلا دست همه باشه یا مثلا چیزی نبوده که همه ازش استفاده کنن. دست و پاشون رو میبنده، میگه من کاری ندارم، اومدم فقط مثلا از شما پول بدزدم و ساکت باشین، من کاری ندارم، بذارید کارمو انجام بدم. دست و پاشون رو میبنده و بعدم بهشون میگه مثلا پول یا مثلا وسیله های با ارزشتون کجاست. مرد خانواده بهش میگه همه رو. بعد از اینکه میگه دهنشون رو چسب میزنه، چشاشون رو میبنده و میندازتشون توی کمد لباسشون رو. در کمد رو میبنده، باز در کمد رو چسب میزنه که هیچ جوره نتونن اونا بیان بیرون. میره به طرف اتاق پسر خانواده، اونم از خواب بیدار میکنه، دست و پای اون رو میبنده و باز اینم توی اتاق زندونی میکنه و در اتاق خوابو محکم میبنده، قفل میکنه که اون نتونه بیاد بیرون. میره به طرف اتاق دختر خانواده. دختر خانواده رو از خواب بیدار میکنه، مجبورش میکنه که بره توی حموم و اونجا به دختر خانواده تجاوز میکنه. هیچ عجله‌ای نداشته برای کارش، یعنی بعد از اینکه کارش رو انجام میده دختر خانواده رو ول میکنه. دختر خانواده 11 سالش بوده همش. بچه رو توی حموم ول میکنه بر خودش، میاد توی آشپزخونه بر خودش شروع میکنه به غذا خوردن. هیچ عجله‌ای نداشته، اصلا انگار براش مهم نیست، نرمال همه چی. غذاشو میخوره، بعد تلفن رو بر میداره. تو اون سالها اصلا نرمال نبوده تو دهه 80 همه خونه ها تلفن داشته باشن. تلفن رو بر میداره، شروع میکنه به دعوا کردن با کسی که پشت خطه. میگه آره من دخترتو دیگه پس نمیدم، نمیدونم دخترت همیشه دست من میمونه و کلی حرفای دیگه و تهدید طور حرف میزنه. بعدش هم یه سری وسیله خرت و برد خونه برمیداره و میاد بیرون. میگم تمام این کارا رو هم در کمال خونسردی انجام میداده. میاد بیرون. وقتی که این آقای نقابدار، مرد بیرحم، از خونه میاد بیرون، دختر خانواده میره طرف اتاق پدر مادرش رو از توی کمد میاره بیرون و زنگ میزنن به پلیس. وقتی پلیس میاد هیچ ردی نمیتونه پیدا کنه از این آدم که اومده توی این خونه. هیچ، نه مثلا اثر انگشتی، رد پایی، هیچی توی خونه دیگه وجود نداشته. این مرده میگه که ما شنیدیم که این آقایی که اومده بود خونه ما داشت با تلفن با یکی بحث میکرد، شاید مثلا بتونید رد اون تلفن رو بزنید ببینید داشته با کی حرف میزنه. وقتی پلیسا تلفن رو برمی‌دارن میبینن اصلا تلفن قطع بوده، نشون میده که از دیشب تلفن ها قطع شده. یعنی این آقا قبل از اینکه حمله خودش رو انجام بده تلفن ها رو قطع کرده، اصلا عملا داشته الکی واسه رد گم کنی یا هر چیزی که تو سر خودش بوده با تلفن صحبت میکرده.
ولی خب میگم هیچ اثری از این که اون آدم کی بوده توی خونه نمیتونستن پیدا کنن و این خانواده هیچ وقت نخواستن که هویتشون آشکار بشه. برای همین هیچ عکسی از اولین حمله آقای نقابدار ما نداریم. فقط میدونیم یه دختر 11 سال قربانی ایشون بوده. دومین حمله تو 27 دسامبر 1988 اتفاق افتاد. حدوداً ساعت 5:30 صبح بود که به خونه جان و جولی و 4 تا دخترشون حمله شد. این آقای نقابدار اول میره به طرف اتاق جان و جولی. جولی اول از خواب بیدار میشه و سریع تا میبینه که یه آدم که نقاب زده و با چاقو بالا سرشه، تنها کاری که میتونه بکنه اینه که دختراشو صدا کنه و به اونا خط بده که خودتون رو نجات بدید. ولی خب آقای نقابدار اسلحه رو میگیره رو سر جولی و میگه اگر صدات رو نبری شلیک میکنم. تو همین خب داد و بیداد و حرفا جان هم بیدار شده بود، دست و پای این دو نفر رو میبنده. این سری با سیم مفتولی این کار میکنه، اما گره همون گره‌ای بوده که دریانوردا میزدن. میگه به من بگید پول کجاست، من اصلا اومدم واسه دزدی و کاری با شماها ندارم. جان میگه همه پولایی که داریم توی خونه و نقد هست توی کشوی بغل تخته، برش رو از اینجا برو. اون پولا رو بر میداره، ولی خب این سری باز دهن و چشم این دوتا رو میبنده و میره به طرف اتاقی که بچه ها خواب بودن. هر 4 تا بچه توی اتاق خوابیده بودن. یکی از اون دخترهای خانواده که 10 سالش هم بوده توی گروه موسیقی بود و چند روز قبل هم اسمش هم عکسش توی روزنامه ها و مجله ها اومده بود و مستقیما میره به طرف شرون رو نگه میداره یه گوشه، اما دست و پای اون یکی بچه ها رو میبنده و شرون رو با خودش بر میداره و میره. حدوداً 18 دقیقه طول کشید تا بچه ها بتونن خودشون رو نجات بدن و بیان از اتاق بیرون و برن به طرف پدر و مادرشون. جان سریع تلفن رو بر میداره که بتونه با پلیس تماس بگیره، بگه این اتفاق افتاده و الان دختر ما نیست، اما تلفن باز هم قطع بوده. میره خونه همسایه ها، از اونجا به پلیس زنگ میزنه. پلیس وقتی میرسه میبینه که خب حمله مشابه حمله قبلی بوده که برای اون خانواده‌ای که گفتم هویتشون نمیخواستن مشخص باشه هست. پولی که برده و چیزایی که برده اصلا نشون میده که اونقدر نبوده که مثلا بگیم به خاطر دزدی اومده بود. اصلا هدف خود شرون بوده و چون شرون رو از قبل میشناخت و توی تلویزیون انگار دیده بود و قیافش رو کاملا میشناخت، بچهای دیگر رو نبرده بود، فقط شرون رو برده بود. مامورا میگن که این آقای نقابدار قربانی هاشو از قبل پس انتخاب میکرده، زیر نظر داشته، بعد حمله میکرده، همینجوری رندوم نبود. ولی خب هیچ خبری از شرون نیست. خود جان و جولی تمام کوچه پس کوچه های محلشون رو میگردن، به همسایه ها میگن که شما دیدید اصلا شرون رو، متوجه مثلا اون مرد شدید یا نه، ولی خب کسی اصلا ندیده بود که چه اتفاقی افتاده. مامورا خیلی سریع میان پیگیری میکنن این پرونده رو، کلی سگای زنده یاب میارن، کلی گشت میزنن، کلی ون میذارن توی شهر که شاید بتونن یه ردی از شرون پیدا کنن، اما هیچ خبری از شرون نیست. 18 ساعت گذشته، خانواده خیلی نگرانن که شرون کجاست، چرا هیچ خبری نمیتونن ازش پیدا کنن، مامورا هیچ ردی نمیتونن پیدا کنن که اصلا کی شرون رو برده. 18 ساعت بعد یه خانم شرون رو که کاملا برهنه بود و لایه پتو پیچیده شده بود توی یه باغی پیدا میکنه. شرون اونقدر هوشیار نیست ولی زنده است. سریعا منتقلش میکنن به بیمارستان. با وجود تجربه خب مشخصا دردناکی که داشته، خیلی تلاش میکنه که به پلیس کمک کنه. میگه تمام این 18 ساعتی که من با این آقا بودم، این آقا به من تجاوز کرده بود و وقتی که میخواست من رو رها کنه منو برد حموم، حتی دندونامو مسواک زد، نخ دندون کشید، خیلی با دقت من رو شست که هیچ اثری از خودش روی بدن من نمونه. میگه من تونستم چند ثانیه چشم بندم رو بردارم چون تمام وقت چشمای من بسته بود. دکور اتاقش رو یادمه، کلن همه چی کرم و قهوه‌ای بود. میگه یه رادیو توی اتاق بغلی وجود داشت که مدام پخش میشد و اصلا مهم نبود که چی داره پخش میکنه، حتی یک ثانیه هم قطع نمیشد. میگه من دیدم یه دوربین دقیقاً روبروی تخت وجود داره که این نشون میداد پس اون آدم از جنایت خودش فیلم میگرفت. و میگه که من میشنیدم که مدام این داشت با یکی صحبت میکرد ولی هیچ جوابی
نمیشنیدم، فقط این داشت صحبت میکرد و من فکر میکنم که الکی یه نمایشی داشت اجرا میکرد که انگار ما 2 نفر توی این خونه ایم همراه مثلا خود شرون. ولی میگم هیچ جوابی میگفت من نمیشنم، برای همین فکر میکنم که من و اون فقط با هم دیگه تنها بودیم. میگه تایمایی که به من تجاوز نمیکرد خیلی مهربون بود، خیلی مؤدب بود، با آرامش با من حرف میزد، با من رفتار میکرد، ولی خب وقتایی که میخواست اون کار رو انجام بده به شدت عصبی بود، به شدت پرخاشگر بود و مشخص نبود اصلا چرا داره این کار رو میکنه. و وقتی منو رها کرد برای من عجیب بود که هدفش فقط و فقط خب همین بود. از وقتی که این اتفاق افتاد خانواده شرون، جان و جولی به شدت تحت تاثیر قرار گرفتن. دیگه با بچه‌ها همه توی حال میخوابیدن، چند تا قفل به در خونشون اضافه کردن و تا مدت‌ها نگران بودن که آقای نقابدار از دوباره برگرده و شرون رو با خودشون ببره. تا 2 ژانویه 1988 همه چیز آروم بود، هیچ خبری نبود، اما همچنان پلیس یه جایزه $100,000 گذاشته بود که اگر هر کسی میتونه کمک کنه این آقای نقابدار رو ما پیدا کنیم بیاد بگه و این جایزه رو ببره دیگه، این پولا مال اون بشه. حتی پدر شرون اومد توی تلویزیون صحبت کرد، گفت حتی اگر این آدم دوست دختری داره، مادر یا خواهری داره که از کارهای این خبر داره، بیاد بگه و جون بقیه دخترها رو نجات بده، چون عملا توی ملبورن اون سالها مردم راحت نمیخوابیدن، دخترها همش با استرس میخوابیدن که هر آن ممکنه آقای نقابدار برگرده. ولی خب هیچ کسی هیچ خبری ازش نداشت تا اینکه یه آقایی تماس میگیره با اداره پلیس، میگه اون شبی که شرون دزدیده شد من یه مردی رو دیدم که سوار یه ون سفید بود و خیلی مضطرب رانندگی میکرد، حتی یه جایی نزدیک بود با یه ماشین دیگه تصادف کنه. ما پشت چراغ قرمز وایسادیم، وقتی اون مرد که این ون سفید میخواست بهش بزنه سر این مرد داد و بیداد کرد، مرد اصلا هیچ ریاکشنی نشون نمیداد، انگار فقط میخواست بره. میگه بعد پیچید به سمتی که 18 ساعت بعد شرون اونجا پیدا شده بود. میگه من فکر میکنم که این آقا میتونه همون باشه، اما دوربینا رو چک میکنن و اونقدر خب پیشرفته نبود همه چیز، صرفا یه ون سفید نمیتونست یه مدرک باشه برای مامورا. نتونستن چیزی رو پیدا کنن، چون نه پلاک میدونستن چیه، نه دقیق میدونستن مثلا چه ساعتیه، یه چیز انگار فقط یه چیز همینجوری گفته بود دیگه. مرده هیچ کمکی نکرد در هر صورت، ولی همچنان مامورا میگفتن که ما جایزه رو میدیم به کسی که بتونه یه کوچکترین سرنخی به ما بده. همه چیز آروم شده بود تا 3 جولای 1990 سومین حمله به خونه یک خانواده انگلیسی تبار توی ملبورن شده بود که اونا برای کار پدر خانواده اومده بودن اصلا ملبورن. حتی چمدوناشون هم جمع کرده بودن که برگردن انگلیس. ولی اون شب حدودا ساعت 11:40 شب وقتی بچه ها توی خونه خواب بودن و پدر مادرشون رفته بودن با دوستاشون شام بیرون، حمله اتفاق میفته. اون شب فیونای 15 ساله و نیکولای 13 ساله گفتم خواب بودن. وقتی چششون رو باز میکنن متوجه میشن که یه مردی که نقاب زده بالا سرشون با چاقو وایساده و به اونا میگه که اگر با من همکاری کنید باهاتون کاری ندارم. فیونا رو با طناب میبنده، باز اون گره معروف خودش رو میزنه و به نیکولای میگه که وسیله هاتو جمع کن، یونیفرم و لباس زیرتو جمع کن و با من بیا. موقع رفتنم به فیونا میگه که به پدرت میگی به من $25,000 بده تا خواهرت رو ول کنم. حدوداً 20 دقیقه از این حمله گذشته بود که پدر و مادر این خانواده برمیگردن خونه و اولین چیزی که متوجه میشن اینه که نیکولای نیست و خیلی نگرانن. و چیزی که این حمله رو دردناکتر میکنه، نیکولای فقط چند روز با تولد 14 سالگیش فاصله داشت. سریعا زنگ میزنن به پلیس خودش رو میرسونه، باز هم نمیتونه هیچ ردی از این مرد بزنه. فیونا میگه که فقط این آقا رو من دیدم که نقاب زده بود، لباسای کاملا تیره پوشیده بود و اومد نیکولای رو برد. من دیگه چیز خاصی از این مرد نمیدونم. پدر خانواده میگه که هر چقدر پول نیاز باشه، به مامورا میگه هر چقدر پول نیاز باشه من میدم، فقط دختر من رو سالم برگردونید. پلیس داره تمام تلاشش رو میکنه بتونه ردی پیدا کنه، ولی خب هیچ چیزی نبود.
وقتی یکم میگذره اصلا اینا خیلی مضطربن. پدر میاد توی تلویزیون صحبت میکنه، میگه هر کسی که یه بچه داشته باشه الان حال ما رو میفهمه، ما نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم، نمیتونیم آروم باشیم، نمیتونیم صبر کنیم، لطفاً هر کسی اگر خبر داره از نیکولای به ما خبر بده، یا اینکه آقای اصلا نقاب داری که خونه ما حمله کردی، نیکولای رو برگردون، هر چقدر پول بخوای بهت میدم. توی حمله قبلی 18 ساعت بعد شرام پیدا شده بود، ولی اینجا خبری از نیکولای نیست. 18 ساعت هم رد شده. پدر مادر خیلی نگرانن. حتی گلدن تایمی که یه قربانی رو بتونی زنده برگردونی میگن 24 ساعت اولی است. هرچی بیشتر بگذره درصد این که اون سالم باشه خیلی میاد پایین. برای همین واقعا پدر مادر مضطربن و نمیدونن چیکار کنن. از اونور پلیس باز میاد میگه که من $100,000 دیگه اضافه میکنم به اون مبلغ قبلی، فقط هر کسی هر چیزی راجع به این مرد میدونه بیاد به ما بگه، چون که واقعا نمیتونن هیچ ردی پیدا کنن ازش و خب همین مسئله خیلی جامعه رو متشنج کرده بود. 2 بامداد 6 جولای نیکولای کاملا سالم پیدا میشه. موضوع از این قرار بوده که این مردی که نیکولای رو دزدیده بود میاد اون رو میندازه جلوی ایستگاه برق و خودش هم میره، ولی خب دست و پای نیکولای همچنان بسته بود، چشاش بسته بود. خود نیکولای میتونه چشاش رو باز کنه، دستاش رو باز کنه و سریعا بره به طرف یه خونه‌ای که نزدیک اونجایی بود که نیکولای ول شده بود و زنگ بزنه به پدر مادرش خبر بده. تمام لباسهای نیکولای تنش بود و برای اینکه پروتکل رعایت بشه و بتونن حداقل یه ردی از این مرد نقابدار پیدا کنن، مستقیما نیکولای رو میبرن یه جایی، یه فضایی نگهداری میکنن که بتونن روی لباساش، روی خودش آزمایش انجام بدن. و پدر مادرش با اینکه خیلی دوست داشتن بغلش کنن، در آغوشش بگیرن، خوشحال بودن، نمیتونستن. توی این مدت هم نیکولای با مامورا صحبت میکنه، با پزشکاش حرف میزنه و سعی میکنه این پرونده رو حل کنه. میگه که اول که من رو دزدید، منو سوار ماشین کرد، اول یه حدود 40 دقیقه رانندگی کرد و بعد به من گفتش که از ماشین پیاده شم و سوار یه ماشین دیگه شدیم. میگه من رو برد ته ماشین، یعنی منو هل داد که برم کف ماشین و روم پتو کشید و چیزی حدود 2 ساعت رانندگی کرد تا رسیدیم به خونش. میگه وقتی رسیدیم به خونش خب به من تجاوز کرد، منم تونستم چند ثانیه چشمندم رو بردارم. دکور خونه همونطوری بود که تعریف کرده بود، قربانی قبلی تعریف کرد. میگه صدای هواپیما هم خیلی میومد که انگار این خونه نزدیک به یک فرودگاهه. میگه از صداها متوجه شدم که ما نزدیک فرودگاهیم یا جاییه که پرواز خب خیلی زیاده. همین میتونست به پلیس کمک کنه، چون که پلیسا، مامورا کل خونه هایی که اطراف فرودگاه بود رو گشتن تا بلکه بتونن یه ردی از این مرد پیدا کنن، اما هیچ ردی نبود. نیکولای میگه نسبت به قد خودم بخوام قد این آدم رو بهتون بگم چیزی حدود 175 اینا بود، خیلی بلندتر نبود. میگه باز هم وقتی ما خونه بودیم این آدم با یکی صحبت میکرد، هیچ جوابی نمیشنیدیم. میگه تلویزیون نگاه میکرد و مصاحبه پدر من توی تلویزیون رو هم نگاه کرد که پدر من داشت میگفت چقدر من رو دوست داره، حاضر چقدر پول بده و همه اینا رو میگه گوش میکرد. رفتارش خیلی آروم بود، اصلا هیچ استرسی نداشت. میگه وقتی هم که میخواست من رو رها کنه، منو برد همون، باز دندونامو مسواک زد، منو خیلی تمیز شست، لباسامو هم تنم کرد و منو ول کرد. مامورا حدس میزنن که این آدم خودش میتونه یه مامور بازنشسته باشه یا کسی باشه که انصراف داده، چون خودش میدونست چجوری میتونه رد رو پاک کنه. یه سری اطلاعات داشت از روند کار. حدس میزدن خلاصه خودش مامور باشه، یه سری چیزا رو میدونه دیگه. یه آدم آماتور یا یه آدمی که تازه کارشو شروع کرده نیست، چون خیلی خوب میتونست هیچ ردی از خودش به جا نذاره. بعد از پیدا شدن نیکولای هم باز هیچ ردی از آقای نقابدار نمیتونستن پیدا کنن. شهر به شدت متشنج شده بود، همه دیگه میترسیدن، همه خانواده ها قفلای خیلی بیشتری به خونه هاشون زده بودن که درصد اینکه حمله بهشون بشه بیارن پایین. 3 آوریل 1991 4مین حمله هم انجام شد. این سری حمله به یک خانواده باز هم به شدت پولدار بود. خانواده آقای چان خیلی پولدار بودن و زن و شوهر اما تا دیر وقت توی رستورانشون کار میکردن و بچه ها خونه بودن.
کارمن 13 ساله پسر خانواده اون شب توی اتاقش داشت تلویزیون نگاه میکرد. کارلی 9 ساله و کارن 7 ساله توی آشپزخونه داشتن برای خودشون شام آماده میکردن. پدر مادر خانواده هم گفتم تا دیر وقت کار میکردن و از اونجایی که آقای نقابدار قربانیاشو زیر نظر داشت، پس میدونست که اون شب پدر و مادر خانواده خونه نیستن و 3 تا بچه‌ها تنها توی خونه هستن. ولی خونه خانواده چان جوری بود که دیوارای خیلی بلند داشت مثل حصار و برای اینکه بتونی وارد خونه بشی باید از یه در عبور میکردی که درم کاملا برقی بود، امنیتش خیلی بالا بود و هر کسی نمیتونست وارد بشه. اما این آقای نقابدار که همیشه از قبل یا تلفن رو قطع میکرد یا برق رو قطع میکرد، سیستمای برقی که مثلا برای اون در بود قطع شده بود، برای همین خیلی راحت وارد خونه میشه. برای همین هیچ ورود زوری به خونه نبود، یعنی خیلی راحت وارد خونه شده بود و اومده بود سمت بچه ها. آقای نقابدار وارد خونه اونا میشه، بچه ها میترسن، ولی این آقا میگه اصلا نگران نباشید، من کاری ندارم، من اومدم اینجا پول بدزدم. یعنی خودش رو مثلا دزد اول معرفی میکرد. نقابدار کارلی و کارمن رو انداخت توی کمدی که توی اتاقشون بود و بعد تخت رو آورد جلوی در کمد و اونا رو اون تو زندانی کرد که نتونن بیان بیرون و کارمن رو با خودش برد. حدوداً 15 دقیقه طول کشید که بچه‌ها بتونن از کمد بیان بیرون و با پدرشون تماس بگیرن و بگن که چه اتفاقی افتاده. وقتی پلیس خودش رو رسون، بچه‌ها مرد نقابدار رو اینجوری توصیف میکردن که مشخصا سنش بین 25 تا 35 سال بود، قدش متوسط بود، لباسای تیره پوشیده بود و رفتارش هم اصلا مثلا اینجوری ترسناک و عصبی نبود. انگار در کمال خونسردی داشت کارش رو انجام داد. مامورا خیلی سریع باز میخوان یه ردی پیدا کنن اما نمیتونن. یعنی این مرد تمام شواهد رو پاک میکرد، یه جوری حمله میکرد که انگار نه کسی اومده نه کسی رفته. کلی سگ زنده یاب آوردن، باز با هلیکوپتر میگشتن اطراف خونه رو، ولی هیچ اثری از کارمن نبود. پدر خانواده میاد توی تلویزیون صحبت میکنه، کلی گریه میکنه که بچه ما رو به ما برگردون، هر چقدر پول بخوای بهت میدیم. این خانواده هم خیلی خانواده مرفهی بودن و تمام این حملات اخیرش از همون محله بود، یعنی از محله مرفه نشین این کار رو انجام میداد و انگار تمام خونه ها رو زیر نظر داشت. میدونست مثلا پدر خانواده یا مادر خانواده کی خونه نیست یا کی شرایط مهیایی که حمله کنه. قربانیای قبلی ظرف حداقل دیگه 2 روز 3 روز پیدا می شدن، اما الان 16 آوریل و همچنان هیچ خبری از کارمن نیست. خیلی خانواده مضطرب بودن. این سری دیگه برادر خواهرهای کارمن هم میان توی تلویزیون با گریه میگن اون تنها دارایی با ارزش ماست، تو هر چقدر پول بخوای بهت میدیم، فقط خواهر ما رو به ما برگردون. پدر کارمن هم که آقا من هیچ شکایتی اصلا ندارم از تو، فقط دختر ما رو سالم برگردون. Please my daughter. 10 روز حتی میگذره، همچنان هیچ خبری از کارمن نیست. دیگه درصد اینکه ممکنه سالم باشه و زنده باشه حتی برای پلیس هم خیلی میاد پایین، چون میگم قربانیای قبلی خیلی زود آزاد شدن، با وجود تجاوزی که بهش شده بود آزاد کرده بود قربانیاشو. هیچ وقت امکان نداشت مثلا انقدر طول بکشه و هیچ خبری از بچه نباشه. همینجوری میگذشت و هیچ خبری از کارمن نبود تا 9 آوریل 1992، یعنی چیزی حدود 1 سال گذشته و هیچ خبری از کارمن نیست. یه آقای با سگش داشته توی محله قدم میزده، یه خونه‌ای که انگار تازه خرابش کردن، یه جایی که انگار تازه خراب شده، متوجه میشه یه جمجمه انسان انگار داخل اون خرابیا هست. سریعا با پلیس تماس میگیره و پلیس خودش رو میرسونه و این استخونا رو میبرن آزمایشگاه، میبرن پزشکی قانونی که ببینن اصلا این جسد متعلق به کیه. بعد از آزمایش‌ها متوجه میشن که این جسد متعلق به کارمن، همون دختریه که توسط آقای نقابدار یا حداقل حدس میزنن توسط اون آقا روبوده شده و هیچ وقت هم پیدا نشده. این جسد متعلق به کارمن بوده. مشخص بود که به سر 3 تا گلوله شلیک شده و پلیس حدس میزنه که اگر کار همون آقای نقابدار بوده باشه، پس یا کارمن قیافه اون رو دیده، ماسک اون رو برداشته،
و برای اینکه دیگه لو نره این بچه رو کشته، یا اینکه دیده چشمندش رو کارمن برداشته و بعد تصمیم گرفته چون خب حالا چشمندش رو برداشته اونو دیده بکشتش. هرچیه و هنوز هم نمیتونن حدس بزنن این آخرین حمله متعلق به آقای نقاب داره یا نه. بعد از اینکه استخونهای کارمن پیدا میشه، این خانواده دیگه خانواده قبل نمیشن، به شدت همه چیز به هم میخوره، پدر مادر خانواده حتی از هم دیگه جدا میشن و هیچ وقت نتونستن خانواده شاد و قبلشون رو داشته باشن. تا همین الان هم کسی نمیدونه که آخرین حمله رو واقعا آقای نقابدار انجام داده یا کسایی بودن که اصلا با پدر کارمن مشکل داشتن و این بلا رو سر دخترش آوردن. اما چون حمله شبیه حمله های قبل بود، درصد زیادی میگن که این کار هم کار آقای نقابدار بود. نمیدونم و تا همین الان هم هویت این آدم کاملا ناشناسه، کسی اصلا نمیدونه این جنایت ها رو کی انجام داده. نظر شما چیه؟ حتما نظرتون رو برای من بنویسین و خوشحال میشم چنلمو سابسکرایب داشته باشید. همین دیگه، فعلا خداحافظ.